سلام بر دوستان عزیز، عرفانم. خوش اومدید به کانال FC پک. FC پک خوش اومدیم با یک آموزش SPC بستن. ما اینجا 4 تا گزینه داریم. من یه ذره ویدیو سریع شده، ببخشید. ما الان 4 تا گزینه داریم اینجا. من اولیو میگم میگه یه دونه بازیکن برنز باید بذاریم تو ST که دارید میبینید تو ویدیو. ما داریم میذاریم همین کامل میشه. اولی توجه کنید طلایی نمیشه گذاشت، به خاطر همین میایم چی میذاریم؟ برنز. سیلور هم نمیتونیم بذاریم، پس میایم یه دونه برنز میذاریم. میبینید اسپیسی تونستیم کامل کنیم. دومی الان بسید پک بیاد. من دومی همینطوری الان بهتون میگم. دومی هم که میگه یه دونه دیگه هم همونطوری 2 تا برنز بذاری تو ترکیب. دومی میگه 2 تا برنز بذاری تو ترکیب. برنزش هم کجا میشه؟ 2 تا میشه CB. 2 تا CB رو باید ما 2 تا برنز بذاریم. میذاریم. میبینید باز اسپیسی هم کامل شد، تموم شد. میریم برای بعدی. ما الان میریم برای سومی. من اشتباهی کردم اومدم از اولیش کردم. شما همیشه از چهارمی شروع کنید، چهارمی چون سخت تره. اول اون انجام بدید، بعد بیاید بالا که آسون تر براتون بشه. الان میریم برای سومی. سومی میگه 3 تا برنز باید بذاریم توی ترکیب. ما الان 3 تا برنزمون هم که CM هافک میشه. الان CM من این اکانت دوممه که امروز ساختم، اومدم توش برای شما روش حل کردن SPC رو بذاریم که الان ما 3 تا برنزمون رو میذاریم. بعدش اسمش چیه؟ اگر روش های دیگه هم ما میذاریم، مثلا مثل چجوری از FC پول در بیاریم، نمیدونم کلی روش ها ویدیو. پس لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو دنبال کنید که ویدیوهای جدیدتری میذاریم. این هم همین اکانتی رو امروز ساختم که برای شما بزنیم که چجوری SPC میبندیم. که برای SPC بستنم که اسمش برای SPC بستن یه دونه اولین مرحله رو باید بری که تا برات مراحل دیگه باز بشه. تا یه دونه رو بری اوکی میشه، باز میشه همون اولیه رو. الان ما برنزامو تموم شد، اومدیم اینجا یه پک زدیم که برای آخرین مرحله اسپیسی بستنم داشته باشیم برنز. الان میریم تو مرحله 4. توجه کنید. ما الان میریم تو 4 هم که میگه 4 تا برنز بذاریم تو ترکیبمون که میشه STCM 2 تا CB. خب الان سیمون رو میذاریم. الان میریم توی CM همونم میذاریم. ببخشید یه ذره اینترنت ضعیفه، به خاطر همون معذرت میخوام. خب الان 2 تا CB مون میمونه که میزنیم دیگه. اولی آسونه، کاری نداره. الان نمیذاره. برای چی نمیذاره؟ این CB هست سمت راستمون ریل برنزه، به خاطر همین ریل برنز رو نمیذاره، باید برنز خالی باشه. به خاطر همین الان توجه کنید. الان ما این بازیکن رو عوض میکنیم درست میشه. نگاه کنید الان میرم یه دونه برنز میارم، ریل برنز نمیارم. نگاه کنید میزنیم درست شد، SPC بسته شد. این از SPC اوله که باید حتما اینو انجام بدیم تا برایمون SPC های بعدی باز بشه. ببینید توجه کنید الان یه دونه پکم اینجا بهمون میده، یه دونه پک داد بهمون. به خاطر همین
الان نگاه کنید همه اسپیسی بعدیمون برامون باز شده دیگه، قفل نیستش. شما اصلا به ترتیب هم دیگه نمیخواد برید، ولی من براتون پیشنهاد میکنم که این 100 تا پلیر پک رو بزنید، چون واقعا کارت ها زیبایی و خوبی بهتون میده و دردتون میخوره. پس برای ویدیوهای بیشتر به چنلم مراجعه کنید. بعد من گفتم باز میخوام برای درآمد از FC براتون یه ویدیو کامل درست میکنم، پس لطفا حمایتم کنید. خیلی ممنون. الان میریم این پک رو میزنیم. آروی کره یه تیم زنونه است که میبینید دیگه. پک داد 82 خوبم باز داد، دمش گرم. باز یه چیز چرت و پرتی ندادم، 82 خوبه. بچه‌ها لطفا اینا رو کوکسل نکنید، برای اسپیسی بعدیتون خیلی لازمتون میشه. برای اسپیسی بعدی که همه روششو براتون میذارم لازم میشه. کسایی هم که مثلا اصلا بلد نیستن که وارد بازی بشن، اونا رو هم تو چنل توضیح میدیم. پس لطفا حمایت کنید. خداحافظ.